مرد 29 ساله‌ای که با دختر بچه 4 ساله ازدواج کرد، اما این ازدواج دلیلی کاملا منطقی و موجه داشته. ابی سیلز دختر بچه 2 ساله‌ای بود که مبتلا به سرطان شد. در سال 2015 میلادی، زمانی که 4 سالش بود، یک پرستار جدید به بیمارستان آلبانی در شهر نیویورک و بخشی که ابی در اون بستری بود میاد به نام مت هیکلینگ. مت پس از طی مراحل درمان روزانه با بچه ها بازی میکرد تا سرگرم بشن. ابی یک روز به مادرش میگه دوست داره وقتی بزرگ شد با مت ازدواج کنه. متاسفانه چند روز بعد حال ابی رو به وخامت میره و پزشکان از اون قطع امید میکنند. مادر ابی با مت تماس میگیره و از اون میخواد به صورت نمادین و سوری با دخترش ازدواج کنه تا اون قبل از مرگ به آرزوش برسه. مت و بیمارستان قبول میکنند و یک مراسم ازدواج نمادین برای مت و ابی داخل بیمارستان برگزار میشه. خوشبختانه چند روز پس از مراسم ازدواج بدن ابی دوباره به درمان واکنش مثبت نشون میده و نهایتاً 15 ماه بعد ابی سیلز به صورت کامل بهبود پیدا میکنه. این تصویر مت و همسرشه و این تصویر ابی در سال 2023. بکی 40 ساله تو روز عروسی مجددش تصمیم میگیره یک صندلی رو به یاد پسرش تریستین که اون رو توی یک حادثه رانندگی از دست داده بوده خالی بذاره و یک نوشته روی اون صندلی میذارن که کسی حق نداره روی این صندلی بشینه. وسط مراسم بکی میبینه یک پسر جوون روی اون صندلی نشسته. با عصبانیت به سمتش میره که شوهرش جلوش رو میگیره. باورتون نمیشه اون پسر کسی بوده که قلب تریستین پسر بکی رو به واسطه اهدای عضو در سینه داشته و پسرش اون روز واقعا در اون مراسم حضور داشته. اولین قاتل سریالی زن در کل تاریخ ایران، مهین قدیری 33 ساله این عنوان را با قتل 5 زن و 1 مرد از آن خود کرد. وی پس از اینکه در اردیبهشت ماه سال 1388 دستگیر شد، اعتراف کرد به دلیل بدهی سنگین و داشتن 2 دختر که یکی از آنها معلولیت داشته به چنین کاری دست زده. او در اطراف زیارتگاه‌ها و طلا-فروشی‌ها سوژه‌های خود را انتخاب و به بهانه رساندن آنها به وسیله آب میوه‌ای که پر از داروی بیهوشی بوده آنها را مسموم می‌کرد و پس از خارج شدن از شهر اقدام به دزدی و قتل آنها می‌کرده. اینکه یک خانم 60 ساله که آخرین سوژه او بوده پس از پی بردن به قصد مهین موفق به فرار از دستش می‌شود و با دادن مشخصات ماشین او پلیس اقدام به تجسس و در نهایت دستگیری این زن می‌کند. فیلم سینمایی طلاخون با بازی شهاب حسینی و بهار قاسمی از این داستان به خوبی روایت می‌کند. یکی از بدترین شکنجه‌ها در زمان قرون وسطی، اوبلیت یا اتاق فراموش شده، یک چاله خیلی باریک و بلند که تنها راه ورود و خروجش دریچه‌ای بوده که روی سقفش قرار داشته که زندانی رو مینداختن داخلش و درش رو میبستن. احتمالاً الان پیش خودتون فکر میکنید خیلی هم بد نبوده، ولی اتفاقاً خیلی هم وحشتناکه، چون این چاله به قدری باریکه که زندانی نمیتونه بشینه، نمیتونه بچرخه و نمیتونه ذره‌ای زانوهاش رو خم کنه. اگه یک لحظه خودتون رو جای اونها تصور بکنید شاید به عمق فاجعه پی ببرید. این زندانی از اول ورود تا زمانی که زنده بمونه درون اون چاله به همون حالت قرار میگرفته. اکثر اوقات وقتی زندانی رو میانداختن پایین به خاطر ارتفاع چاله 1 یا 2 تا از پاهاش میشکسته و مجبور بوده تموم اون مدت رو روی همون پاهای شکسته بیسته و از همه بدتر این که کف زمین پر بوده از استخون آدم‌هایی که قبلاً در اون زندان مرده بودن و اون زندانی میدونست که در یک زمان دیگر شخصی دیگر پا بر روی استخوان‌های او خواهد گذاشت. اگه این کار خیلی وحشتناک بوده از نظر شما، نظرتون رو داخل کامنت ها واسمون بنویسید. یکی از عجیبترین و باور نکردنی ترین اتفاقات تاریخ، در سال 1940 یک دوقلوی همسان پسر برای فرزندخوندگی گذاشته میشن داخل پرورشگاه، اما هر کدوم از اون 2 پسر به خانواده‌ای جدا سپرده میشن و در سن 39 سالگی به صورت اتفاقی همدیگر رو ملاقات میکنن.
پس از اینکه با هم صحبت میکنن متوجه اتفاقی باور نکردنی که اینک اتفاق افتاده میشن. از لحاظ ظاهر و نوع پوشش کاملا شبیه هم. هر دوی آنها شغل پلیسی رو انتخاب کرده بودن. اسم همسر هر دو لیندا بوده. هر دوشون توی بچگی سگ داشتن. هر دو سیگاری بودن و مدل ماشینی هم که خریده بودن یکی بوده. هر دو یک بار قبلا طلاق گرفته بودن و ازدواج مجدد کرده بودن. هر دوشون یک بچه داشتن و اون بچه هم پسر و اسم هم که انتخاب کرده بودن آلن بوده. الان با هم رابطه خیلی خوبی دارن و همه اینهایی که واسهتون تعریف کردم قبل از دیدار این دو برادر اتفاق افتاده بوده. به نظر شما آیا واقعا دو قلوهای همسان میتونن این؟ جودی یک خرس قهوه‌ای زاله که عنوان بدشانس‌ترین خرس دنیا رو از آن خود کرده. یک روز وقتی داشت داخل طبیعت میگشت یک گروه حامی حیوانات پیداش میکنن و فکر میکنن یه خرس قطبیه. میفرستنش قطب شمال. اونجا جودی به جز جنگیدن با سرما و گرسنگی مجبور بود از دست خرس‌های قطبی هم فرار کنه. خوشبختانه یک روز یک گروه دانشمند متوجه میشن که اون یک خرس قهوه‌ایه و برش میگردونن به محیط زندگی خودش. اما دوباره چند روز بعد یک گروه حمایت از حیوانات دیگه با فکر اینکه این بدشانس خرس قطبیه دوباره میفرستنش قطب شمال و این بار باز هم دانشمندو برش میگردونن به محیط زندگی خودش. این بار موهاشو رنگ میکنن که دوباره این اتفاق نیفته. بعد از یه مدت رنگ موهاش میره ولی این بار دیگه نبردنش به قطب شمال. بردنش به باغ وحش و گذاشتنش توی محوطه‌ای که تعبیه شده بود برای خرس‌های قطبی. جودی پس از پخش این خبر حسابی مشهور شد و برش گردوندن به محیط زندگی خودش و دیگه هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاد. این 4 مرد در دهه 90 استرالیا 12 نفر رو به قتل رساندن، اما نه 12 فرد معمولی. جان بانتینگ دوستانش را راضی کرده بود که افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند رو بدزدن که بتونن پول ناچیزی که دولت به آنها پرداخت می‌کرده رو از آن خود کنند. ولی داستان به همینجا ختم نمی‌شد و آنها برای تفریح قربانی‌ها رو شکنجه و در حین انجام این کار صدای ضبط شده از شکنجه قربانی‌های قبلی رو که از درد ناله می‌کردند برای آنها پخش می‌کردند و این کار را اینقدر ادامه می‌دادند تا قربانی جان خود را از دست بدهد. جان جسد قربانی‌ها را داخل یک بشکه قرار می‌داد و روی سقف یک ساختمان متروکه در نزدیک محل زندگیش پنهان می‌کرد تا اینکه همسایه‌ها از بوی بد به پلیس شکایت کردند و این امر باعث دستگیری آنها شد. بعد از محاکمه جان 11 بار حبس ابد گرفت. به نظر شما چه چیزی میتونه دل یک انسان رو اینقدر سیاه کنه؟